سلام، من ذبیح هستم و خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من. توی این ویدیو میخوام در مورد این صحبت کنیم که اگر بخوایم یک سرویس VPN، حالا هر نوع پروتکلی مثل ویتوره، L2TP، سیسکو یا هر نوع پروتکل دیگه ای از VPN رو بخوایم راه اندازی کنیم، از کجا و چطور سرور مورد نظر خودمون رو تهیه کنیم که به مشکل نخوریم در مرور زمان. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب هم ندارید، لطفا کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، این زنگوله پایین رو فعال کنید که اگر سوالی هم داشتید تو قسمت کامنت ها بذارید. بریم سراغ ادامه ویدیو. همونطور که اول ویدیو گفتم میخوام در مورد خرید سرور صحبت کنیم. ما راه‌ها و روش‌های خیلی زیادی برای خرید سرور داریم. راحت ترین روش به نظر من بدترین روشه. راحت ترین روش اینه که ما یک اکانتی رو داخل وبسایت‌های خاص ایجاد بکنیم، سرور مد نظرمون رو حالا با توجه به اون لوکیشن هایی که اون وبسایت داره انتخاب بکنیم، سرور رو بخریم و اون سرویسی که می‌خوایم رو روش راه اندازی بکنیم. درسته یک سری محدودیت ها داره، ولی خب در حد این که به عنوان یک سرور شخصی ازش استفاده کنیم کار راه اندازه، ولی نمیتونیم به عنوان یک سروری که چندین یوزر مختلف روش بذاریم و به دیگران بدیم ازش استفاده کنیم، چون پشتیبان‌های اون وبسایت ها متوجه میشن و خب سرور ما رو غیر فعال میکنن و از اونجایی که داخل سایت‌های هاستینگ ایرانی ما باید هزینه سرور رو همون اول، یعنی هزینه یک ماه رو همون اول پرداخت کنیم. اگر فکر کنید شما یک سرویس راه اندازی کردید، توی روز دوم سوم متوجه شدن و اون از کار انداختن، یعنی غیر فعالش کردن، عملا هزینه یک ماه رو شما دادید، دیگه نمیتونید ازش پس بگیرید. خب این به نظر من هیچ وقت سراغ این نرید. اگر میخواید سرور بخرید که روش یک سرویس ویتوره، VPN و یا هر نوع از این پروتکل ها، روش ها رو بخواید روش پیاده سازی کنید، سراغ این روش نرید. ولی اگر غیر از این میخواید سرور بخرید و ازش استفاده کنید، اوکی. روش بعدی که به نظر من خیلی روش بهتریه و ارزش خیلی بیشتری هم داره، اینه که ما سرورمون رو مستقیم از وبسایت‌های خارجی بخریم. درسته ما بازم توی این روش یه سری محدودیت ها داریم، ولی اگر بتونیم اون محدودیت ها رو دور بزنیم، قطعا هم سرور با کیفیتی دستمون میاد و هم اینکه بحث این که سرورمون رو ببندن و از اونجور چیزا هم نداریم. حالا ممکنه سرورمون فیلتر بشه و خب با توجه به اون آپشن هایی که اون اکانت های خارجی به ما میده، اونم قابل پوشش دهیه. توی روش خرید از سایت های خارجی به این صورته که البته روش مختلف داره که به ترتیب روشش میگم. روش اولش اینه که ما یک اکانتی رو داخل یک وبسایت خارجی مثل هتسنر، مثل والتر، دیجیتال اوشن و یا هر نوع وبسایت دیگه‌ای که هست بسازیم، احراز هویتش کنیم و پرداختمون رو از طریق وبسایت هایی که پرداخت واسط انجام میدن انجام بدیم. حالا اینجا ما دو تا مشکل داریم. یک، مشکلمون پرداخته. خب پرداخت میتونیم از طریق وبسایت‌های واسط مثل ایرانی کارت انجام بدیم، ولی خب بحث احراز هویت میمونه. یه سری وبسایت‌ها مثل هتسنر قبلا مشخصات ما رو قبول میکردن، ولی خب الان به خاطر اینکه بعضی از دوستان رفتن اکانت ساختن و حالا فاکتوری که براشون در آخر ما صادر شده رو پرداخت نکردن، دیگه قبول نمیکنن مشخصات ما رو و ما مجبوریم که از مشخصات حالا دوست یا آشنایی که خارج از کشور داریم استفاده کنیم. و اگر دوست یا آشنایی که خارج از کشور باشه نداشته باشیم، باید بریم سراغ پلن بعدی. توی پلن بعدی چیه؟ پلن بعدی اینه که ما بیایم سرور خودمون رو از افراد شخصی بخریم. یعنی چی؟ یعنی فکر کنید یک فردی داخل مثلا هتسنر، داخل والتر، داخل کاماترا یا هر نوع وبسایت خارجی دیگه اکانت داره، یک سرور میخره. مثلا به ما میگه که فلان سرور رو با این مشخصات دارم، اینقدر تومان میفروشم، و ما میایم سرور رو از اون شخص میخریم. پس اینجا عملا نه مشکل پرداخت داریم و نه مشکل احراز هویت داریم که میتونیم این اشخاص رو پیدا کنیم و ازشون اون سروری مد نظر خودمون رو با توجه به مشخصاتی که نیاز داریم ازش خریداری کنیم. توی این روش به نظر من روش خیلی خوبیه، میتونیم ازش استفاده کنیم. این اشخاص رو هم اگر یکم بگردید توی تلگرام اینجور جاها میتونید پیدا کنید، ولی حتما قبلش مطمئن باشید که طرف تبر از آب در نیاره. یعنی چی تبر از آب در نیاره؟ یعنی که شما هزینه رو پرداخت کنید و طرف
به شما سرور رو نده. خب روش بعدی چیه؟ روش بعدی اینه که یه سری وبسایت هایی رو پیدا کنیم که پرداختش به صورت ارز دیجیتال باشه. این وبسایت ها به این صورتی که شما ثبت نام میکنید، سرورتون رو میخرید. البته فکر کنم قبلش باید با استفاده از ارز دیجیتال پنل کاربری خودتون رو شارژ کنید. بعد از اینکه پنل کاربریتون رو شارژ کردید، میتونید از اون شارژی که به وسیله ارز دیجیتال انجام دادید سرور مد نظر خودتون رو بخرید. این یه روششه. خب توی این روش یکم هزینه سرور بالا. یه روش بهتر هم وجود داره که من معمولا ازش استفاده میکردم. اون روش بهتر چیه؟ به این صورته که سایت های خارجی بعضی هاشون مثل والتر، مثل دیجیتال اوشن، مثل کاماترا، مثل لینود، اینجور وبسایت ها کسایی که برای اولین بار داخل این وبسایت ها ثبت نام میکنن بهشون شارژ هدیه میدن. یعنی پنل کاربریشون به یک میزان مشخصی شارژ میکنه و اون فرد میتونه از طریق اون شارژی که داخل پنل کاربریش به عنوان هدیه هست برای خرید سرور استفاده کنه. که اگر شما بتونید احراز هویتش رو انجام بدید، میتونید خیلی راحت اون اکانتی که ساختید رو، مثلا دیجیتال اوشن به شما $200 میده، شما برای 2 ماه میتونید از این $200 برای خرید سرور استفاده کنید. یا مثلا والتر $250 میده به شما از این $250 میتونید برای خرید سرور تا 1 ماه استفاده کنید. لینود فکر کنم $100 شارژ هدیه میده برای کسایی که برای اولین بار داخل این وبسایت ها ثبت نام میکنن. ولی خب بازم ما توی این روش مشکل احراز هویت رو داریم. خب اینو چجوری حل کنیم؟ خب اینم قابل حله که یه سری از دوستان، یه سری از عزیزانی هستن که اکانت های احراز هویت شده سایت های مثل دیجیتال اوشن، مثل والتر، مثل کاماترا، مثل لینود و اینجور وبسایت ها رو احراز هویت شدهش رو داره. منظور از احراز هویت شدهش اینه که یعنی یک اکانتی ساخته شده، یک کردیت کارتی بهش متصل شده و حالا اون احراز هویتش رو به هر روشی که خودشون انجام دادن و اون شارژ هدیه‌ای که هر وبسایت به میزان مشخصی ارائه میداده رو دریافت کردن و حالا اون اکانت رو به یک مقدار مشخصی میفروشن. اینم یه روشی که شما اکانت های وریفای شده سایت هایی که شارژ هدیه میدن رو خریداری کنید. یه بار دیگه این سایت ها رو میگم، یکیش دیجیتال اوشنه، یکیش والتر، یکیش کاماترا فکر کنم اگر اشتباه نکنم، یکیش لینوده. این 4 تا وبسایت رو من میشناسم که برای کسانی که برای اولین بار داخل این وبسایت ثبت نام میکنن یک مبلغ مشخص رو به عنوان شارژ هدیه در نظر میگیره، داخل پنل کاربریشون فعال میکنه و اونا موظفن توی یک بازه زمانی مشخص این شارژ رو استفاده کنن. و خب خرید اکانت های وریفای شده این وبسایت ها هم تقریبا زیر 1 تومن قیمتاشون که میشه این افراد رو پیدا کرد. شما اگر یه سرچ ساده داخل تلگرام بزنید خرید اکانت دیجیتال اوشن، خرید اکانت لینود، خرید اکانت والتر، اینجور چیزا رو سرچ کنید، انقدر افراد زیادی میاد. ولی بازم میگم قبلش حتما اطمینان حاصل کنید که طرف تبر در نیاد پول شما رو بگیره و علی بره و دیگه بر نگرده. خب تا الان چند تا روش مختلف گفتم که روش اول هاستینگ های داخلی بود که گفتم خوب نیست. روش دوم این بود که خودمون احراز هویت کنیم داخل وبسایت های خارجی که گفتیم یه سری مشکلات رو داریم. بحث پرداخت و بحث احراز هویت رو داریم که گفتیم پرداختش رو حالا بازم از طریق افراد واسط، سایت واسط انجام میدیم. حالا بازم بحث احراز هویتش میموند. گفتیم که از طریق شخص خریداری کنیم، یعنی چی؟ یعنی کسی که قبلا اکانت وریفای شده داشته باشه بهش بگیم که یک سرور برای ما تهیه کنه، ما هزینه اون سرور رو بهش پرداخت کنیم. این بهترین روش ممکن بود. روش آخریم که گفتیم اینه که اکانت های وریفای شده سایت خارجی رو تهیه کنیم و اینم یه روش دیگه بود. حالا اگر شما هم روشی رو میشناسید برای تهیه سایت های خارجی تو قسمت کامنت ها معرفی کنید. یه روش دیگه این بود که سایت هایی رو پیدا کنیم که پرداختشون به وسیله ارز دیجیتال باشه. فکر کنم 5 تا روش گفتم و بازم میگم اگه شما هم روش دیگه رو میشناسید که بتونیم به راحت ترین روش ممکن یک سرور خارجی رو تهیه کنیم، البته سرور خارجی که با کیفیت باشه، IP تمیز داشته باشه و سرورش هم سرعت خوبی داشته باشه. اگر شما چنین مشخصاتی رو برای سرورهای خارجی میشناسید معرفی کنید، بقیه دوستان هم ازشون استفاده کنید. به زودی روش‌ها و پروتکل‌های جدید دیگه رو هم ویدیوشو ضبط می‌کنم داخل کانال میذارم.
و اینکه دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجا دیدید و اینکه اگر ویدیو رو هنوز لایک نکردید حتما لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید و اینکه مرسی.